خانم من 2 ماه حمل داشت. Oh, your wife is pregnant. That's so nice. Alhamdulillah. با یک مشت محکم در پشتش زدم که به اندازه که حتی حملش هم سقط شد. در این مورد ما کمی چرت زدم. اولا می خانم چرا یک کاری بکنه که شوهرش به او اندازه ایر مشت محکم بزنه. نکنین همین شوهرتان به قهر و به غصه نسازین. وضعیت شما میبینین، وضعیت اقتصادی، مشکلات میبینین که در بیرون با بسیار. So, you're poor, you do not have a conscience, you do not have morality, and you probably want to spread your lack of humanity all throughout the world. Religion of peace, they say. I think they lie.